تا به حال فکر کردید در حال حاضر چند نفر در آسمان هستند؟ احتمالاً بیشتر از تصورم. یعنی پهنبازا شاملش میشن؟ 50,000. 1,000,000. 1,000,000 نفر. هر روز نزدیک به 1,200,000 نفر در آسمان هستند. سال 2019 شلوغ‌ترین زمان در تاریخ سفرهای هوایی بود. تا حالا نقشه‌ای که به طور همزمان هواپیما رو نشون میده دیدین؟ هزاران هزار هواپیما در آسمانه. چگونه از یک مسافر شجاع به اینجا رسیده ایم؟ به سختی میشه درک کرد که چقدر باید دیوونه بوده باشن که با اولین پرواز برنامه ریزی شده شرکت هواپیمایی سفر کنن. در سال 40 میلیون پرواز انجام می شود. بفرمایید زمان پرواز رسیده؟ شجاعت می خواهد. فکر نمی کنم کسی باشه که آرزوی پرواز نداشته باشه. نوآوری می خواهد. موتور جت همه چی رو دگرگون کرد و بازاریابی پرخطر. هدفشون این بود که با سفر هوایی یه رویا رو به واقعیت تبدیل کنن. فوران آتشفشان ایسلند در سال 2010 برای شرکت‌های هواپیمایی 1.7 میلیارد دلار هزینه داشت. و البته عدد خوششانس 7. این برنامه سفر هوایی است. لطفاً کمربندها رو ببندید. آماده باشید. تاریخ بر اساس اعداد. سفر هوایی. سفرهای هوایی فرهنگ‌ها و رو به هم ارتباط داده و به مردم امکان داده تا زودتر، سریعتر و با بازدهی بیشتری که انتظارشون نداشتن سفر کنن. این سفرها همه چیزو دگرگون کرده. برای رسیدن به درک مناسب از سفرهای هوایی به آمار احتیاج داریم. حجم بارهای مسافرانی که هر روز جابجا میشن، طولانی ترین پرواز، هر روز چه تعدادی سوار هواپیما میشن. برای درک میزان واقعی سفرهای هوایی میتوان نگاهی انداخت به فرودگاه بین المللی هارتسفیلد جکسون در آتلانتا. آتلانتا شلوغ‌ترین فرودگاه مسافریه. هر سال بیش از 110 میلیون مسافر از آن میگذرند. همیشه میگن فرقی نمیکنه به کدوم نقطه از جهان سفر میکنید، اگه قراره یه توقف داشته باشید در آتلانتاست. ولی اگر به خاطر یک داروساز شجاع و عدد سحرآمیز 9 نبود، آتلانتا این گونه شناخته نمیشد. در سال 1888 یک داروساز اهل آتلانتا به نام ایسا کندلر فرمول محرمانه نوشابه‌ای را میخرد که شامل 9 ماده تشکیل دهنده اسرارآمیز بود. او با موفقیت نوشیدنی خود را بازاریابی و شرکت خود را تأسیس می کند. در عرض 2 دهه نوشیدنی او بسیار پرطرفدار می شود. ولی ایسا تشنه ماجراهای جدید بود. او با صرف 77,674 دلار که با ارزش پول امروز 2 میلیون دلار بود به ریسک بزرگی دست می زند و 287 هکتار زمین مردابی را می خرد. ریسک بزرگیه. او همه زمین را خشک می کند. در سال 1909 ایسا یک میدان مسابقه در آتلانتا باز میکنه. هزاران نفر برای تماشای رقابت‌های خودرو و نمایش‌های هوایی به آنجا سرازیر می‌شوند. ولی پس از 2 فصل این میدان از رونق می‌افتد. این میدان خیلی فراتر از زمان خودش بود، چون خودروها تازه به طبقه بالا و متوسط آمریکا عرضه شده بود. میدان مسابقه دیگر طرفداری نداشت. فکر ایسا با شکست روبرو می‌شود و زمین آن تا سال 1919 بی استفاده می‌ماند. بعد او به خلبانان اجازه می‌دهد از آن به عنوان باند فرود استفاده کنند. چند سال بعد مقامات شهرداری این ملک را در اختیار می‌گیرند. اگه ایسا کندلر میتونست ببینه دیدگاهش به کجا رسیده، مغزش منفجر میشد. و حالا فرودگاه هارتسفیلد آتلانتا در این زمین قرار گرفته. البته اون زمین اولیه تنها بخش کوچیکی از این سامانه گسترده محسوب میشه. در کمتر از 1 قرن فرودگاه ایسا 16 برابر شد و تا 18 کیلومتر مربع وسعت پیدا کرد. فرودگاه آتلانتا خیلی وسیعه. هر بار که از اونجا رد شدم پرواز ارتباطی من در یک ترمینال دیگه در اون طرف فرودگاه بوده که باید سوار قطار می شدم تا خودمو به اون طرف می رسوندم. فرودگاه هارتسفیلد جکسون 4700 هکتار را در بر می‌گیرد و هر روز به طور متوسط 2700 هواپیما آنجا می‌نشینند و پرواز می‌کنند. این فرودگاه یه تجربه به آدم میده، یعنی هر کاری میتونین در اونجا انجام بدین. مثل یه شهر کامله. در اون رستوران، هتل و مرکز حمل و نقل وجود داره. هم مسافران رو در داخل فرودگاه جابجا میکنه. همه اینا در پشت یک دیوار حراستی قرار گرفته. این فرودگاه به وسیله 63,000 نفر اداره می شود. به این ترتیب کارفرمای شماره 1 در ایالت به شمار می آید.
همه فرودگاه‌ها وجود خود را مدیون پیشتازان هواپیمایی هستند. البته از اینکه از بعضی از آنها حتی در کتاب‌های درسی هم یاد نشده تعجب خواهید کرد. صنعت هواپیمایی با تلاش برادران رایت در سال 1903 شروع شد، ولی مردم خیلی قبل از اون تلاش می‌کردن پرواز رو تجربه کنن. از طراحی وسیله پرنده 500 لئوناردو داوینچی تا بررسی آیرودینامیک به وسیله ریاضیدانانی مانند هویجنز یا نیوتن، زود باش. طی چندین قرن انسان برای پرواز تلاش کرده. او نه، اگه کار کنه خیلی خوب میشه. هوایی که جریانش سریع‌تره نسبت به هوایی که کندتره نیروی بالا برندش بیشتره. جریان هوا از روی باد سریع‌تر و از زیر باد کمتره. همین اختلاف نیروی لازم رو تولید میکنه. یه دلیلی وجود داره که چرا اینقدر طول کشید تا انسان بتونه پرواز کنه. برای این کار باید دو ویژگی وجود داشته باشه. اول اینکه باید دقت بسیار فراوان و منطقی در طراحی مهندسی وجود داشته باشه و به طور همزمان باید خیلی بی‌احتیاطی کرد. یعنی باید شخص خیلی دیوانه باشه تا سوار یه وسیله خیلی ضعیفی مثل اینا بشه. مثل این کارو سقوط کرد. فکر پرواز برای همه شگفت انگیز بوده، اما خیلی ها میگفتن چنین چیزی امکان پذیر نیست. اونایی که مایل نبودن پرواز امتحان کنن بی‌صبرانه منتظر بودن تا زودتر به هوا بلند شن. ما به پرواز در ارتفاع 30,000 پا عادت کرده ایم، ولی ارتفاع پایین‌تر یعنی 50 پایی پایه تاریخ هواپیمایی بازرگانی است. یعنی پرواز سرنوشت ساز در یک وسیله پرنده بسیار ابتدایی که به احتمال زیاد نامش را هم نشنیده اید. هواپیمای بنوا یه قایق بود با یه مجموعه بال و یه ملخ که به وسیله یه موتور درون سوز میگشت. یه دومم داشت که این وسیله رو پایدار میکرد. مدل 14 یکی از 17 وسیله پرنده‌ای بود که به وسیله یک سازنده قطعات هواپیما و طراحی به نام توماس بنوا ساخته شده بود. آقای بنوا درباره استفاده از بهترین مواد و بالاترین سطح از ریاضیات خیلی تبلیغ میکرد که همش بزرگنمایی بود، چون اونا نمیدونستن چی کار دارن میکنن. شهردار سنت پیترزبورگ آبراهام سیفایل $400 برای تنها صندلی مسافر هواپیما پرداخت میکند. او اولین نفر در جهان میشود که به عنوان مسافر هوایی پول پرداخت کرده. به سختی میشه درک کرد که چقدر باید دیوونه بوده باشن که با اولین پرواز برنامه‌ریزی شده شرکت هواپیمایی سفر کنن. این یه اسباب بازی آزمایشی بود، در واقع یه قایق پرنده بود. آره، یه قایق پرنده. من بدون شک تنها برای امتحان سوار یکی از اینا میشم. هی مردنی، نگاه کن و یاد بگیر. پس از بلند شدن بنوا به بیشترین ارتفاع پروازی 50 پایی میرسد، ولی خیلی زود موتور سر و صدا می کند و هواپیمای قایقی روی آب می نشیند. تونی که نمیخواست مردم را ناامید کند کمی روی موتور کار می کند و بار دیگر به پرواز در می آید. تندتر میره و موتورش هم همینطور لکولوک میکنه و سرانجام به هوا بلند میشه و از کنار پرنده های دریایی میگذره و بعد از 22 دقیقه پرواز به اون طرف خلیج میرسه. زمانی که اون قایق هوایی اولین مسافر بازرگانی رو حمل میکنه، پایه‌گذار نرخ بازرگانی پروازها میشه. این پرواز 2 بار در روز و 6 روز در هفته انجام میشود. در عرض 4 ماه 1200 مسافر بازرگانی از فراز خلیج تمپا حمل میشوند. هواپیمایی بازرگانی شروع شده بود، ولی هواپیماها قدرت کافی و سرعت زیادی نداشتند و وزن مناسبی هم نمیتونستن حمل کنن. نخستین هواپیماها که از چوب و پارچه ساخته شده بودند بیشتر برای اداره پست استفاده می شدند، ولی زمانی که کاربرد هواپیماهای باقی مانده از جنگ اول جهانی تغییر یافت، پروازهای بازرگانی پیشرفت چشمگیری می کنند. بعد از این دوره تجربه وارد دهه 1930 میشیم. تا این زمان هواپیماها بزرگتر و خیلی پیچیده تر شده بودند. در دهه 1930 جهش مهمی در فناوری هواپیما صورت میگیره و دیگه طراحان هواپیما به موتورهای درونسوز بهتری دسترسی داشتن. بدنه فلزی به همراه موتورهای قدرتمندتر به هواپیماها امکان میداد تا سریعتر، بیشتر و در آب و هوای متنوع‌تری پرواز کنند. با پیشرفت در موتورهای هواپیما، کارایی هواپیماها هم پیشرفت بسیار زیادی کرد. صنعت هوایی مسافری هم به راه می افتد. در سال 1930 6,000 نفر با هواپیما سفر می کنند. 4 سال بعد این تعداد 75 بار بیشتر می شود و به 450,000 نفر می رسد. ولی با وجود پیشرفت‌های فناوری، سفرهای هوایی تنها به 1% جمعیت تعلق داشت.
مردم معمولی هیچ امیدی برای خریدن بلیت هواپیما و سفر با هواپیما نداشتند. یک بلیت رفت و برگشت بین شرق و غرب ایالات متحده در دوران رکود اقتصادی با ارزش پولی امروز $4270 بود که البته برای صندلی درجه 1 نبود. هواپیما سر و صدای خیلی زیادی داشتن و هیچ هوای تهویه و فشرده‌ای هم وجود نداشت. وقتی مسافرها در مقصد پیاده می شدن تا یه هفته هنوز صدای موتورها توی گوششون ادامه داشت. برای ثروتمندان سفرهای هوایی با آسایش و راحتی بیشتری همراه بود. در دهه 1930 راه‌های بسیار بهتر و در واقع ایمن‌تر و با شکوه‌تری برای سفرهای هوایی وجود داشت که به وسیله زپلین انجام می‌شد. فضای فراوانی داشت و از لرزش‌ها و سر و صدا هم هیچ خبری نبود. سفر با کشتی هوایی که به راحتی کشتی‌های اقیانوس پیما بود، تنها برای یک سفر از فراز اقیانوس اطلس $400 بود که با ارزش پولی امروز $7000 می‌شود. سرعتش بیشتر از کشتی بود. خیلی پایدار بود. پرواز کشتی هوایی از اروپا به ایالات متحده 3 تا 5 روز طول می‌کشید. به نظر می‌رسه زمینه خوبی برای سفرهای هوایی در آینده فراهم می‌شده. اما یک فاجعه به سفرهای کشتی هوایی پایان داد. به خاطر بشریت نه، داره میسوزه و نابود میشه. خانم و آقایون، من نمیتونم حرف بزنم. وقتی کشتی هوایی هیندنبرگ در ماه می 1937 در حال نشستن بود، آتش میگیرد و از 97 سرنشین آن 37 تن جان میبازند. این یه رویداد فاجعه آمیز بود و آنچنان رسانه اونو پوشش داده بودند که هنوزم نام هیندنبرگو به فاجعه ارتباط میدیم. هواپیماها وسیله مناسب سفرهای هوایی در آینده در نظر گرفته شدند و زمانی که سامانه‌های پیشرانه پیشرفته وارد میدان شدند، سفرهای هوایی گسترش یافتند. اگه به تاریخ هواپیمایی نگاه کنید می‌بینید یه دوره پیش از موتور جت هست و یه دوره هم بعد از اون. هواپیماهای دارای موتور جت در دهه‌های 1930 و 40 توسعه یافتند و برای نخستین بار در جنگ دوم جهانی به پرواز درآمدند. به جای استفاده از مرخ برای جابجا کردن هوا از جلوی موتور به داخل داده میشه و از بین تیغه های خیلی نازک چرخان میگذره و با تزریق سوخت و سوزاندن اون گرم میشه و بعد از انتهای موتور به بیرون فرستاده میشه و در نتیجه هواپیما با رانش تولید شده به جلو حرکت میکنه. هواپیماهای جت تندتر، طولانی‌تر و بالاتر پرواز میکردند و نسبت به هواپیماهای قبلی بازدهی بیشتری داشتند. پس از جنگ دوم جهانی کارخانه هواپیماسازی بوئینگ که هواپیماهای نظامی میساخت در میابد که سفرهای هوایی رونق گرفته و او میتواند درآمد شرکت را افزایش دهد. برای انجام این کار آنها روی عدد 7 متمرکز میشوند. و اکنون نخستین هواپیمای مسافری جت بوئینگ در حال تکمیل شدنه که هواپیمای درخشان و زیبایی خواهد بود. بوئینگ که روی هواپیماهای بمب افکن جت کار میکرد تجربه خوبی در این موتورهای بسیار پیشرفته و پیچیده داشت که هم قابل اطمینان بودن و هم قدرت کافی داشتن. بوئینگ 1/4 اموال خود را برای ساخت جت مسافر برای 100 نفره هزینه می‌کند. این گام بسیار بزرگی از زمان سفر یک مسافر با قایق پرنده بود. این هواپیمای جت با طول 38.4 متر حاصل $15 میلیون سرمایه‌گذاریه. فشار برای فروش هواپیمای جدید افزایش می‌یابد. اداره بازاریابی در بوئینگ فکر جدیدی می‌کنه. برای مدل‌های گوناگون هواپیماهای بوئینگ عددهای صدگان اختصاص یافته بود. بنابراین عدد 700 را برای هواپیمای جت جدید در نظر می‌گیرند، ولی این عدد یا نام توجه کسی را جلب نمی‌کند. در نتیجه دست‌اندرکاران روی یک عدد 7 دیگر متمرکز می‌شوند. این حرکت یکی از موفق‌ترین مجموعه هواپیماهای جهان را به راه می‌اندازد. به نظر می‌رسد در 7 اوت بخت با یکی یاری می‌کند. تکس جانسون در کابین خلبان نخستین نمونه از هواپیمای بوئینگ 707 قرار می‌گیرد. او که در گذشته یک خلبان نمایشی بود و در این لحظه سرخلبان آزمایشی بوئینگ است، به اینکه شیفته کابویی هاست شهرت داشت. اون سبیلای خیلی شاخص و اعصاب پولادین داشت، انگار که توی رگاش آب یخ در جریانه و حالا یه هواپیمای خیلی محکم و خوب و بسیار قابل اطمینان بهش دادن که پرواز کنه. مأموریت او انجام یک پرواز نمایشی بر فراز دریاچه واشنگتن بود. هدف از پرواز نشان دادن هواپیمای در حال پرواز به مدیران شرکت‌های هوایی بود که در قایق شخصی بیل آلن رئیس بوئینگ حضور داشتند.
در ضمن 250,000 تماشاچی نیز در محل حاضر بودند و برای تماشای مسابقات قایقرانی لحظه شماری می‌کردند. اما تکس در نظر داشت تا با حرکت چشمگیر خود همه حاضران را غافلگیر کند. اون برای اینکه به مردم نشون بده این هواپیما چه کارایی میتونه انجام بده لحظه شماری میکرد. در حالی که با سرعت 780 کیلومتر در ساعت پرواز میکرد، با این هواپیمای مسافری 127 تنی یک حرکت مارپیچ میزند. اون مرد دیوونه است ولی خوشم اومد. اون هواپیما رو واژگون میکنه و همه شگفت زده میشن. اون اجازه این کار رو نداشت. این بخشی از برنامه پروازی نبود، ولی میدونست که میتونه این کار رو انجام بده، پس انجام داد. تکس جانسون اعتماد به نفس بالایی داشت که این پرواز رو جلوی چشمای رئیسش انجام داد. دیگه چجوری بهتر از این میتونستن هواپیما رو بفروشن و نشون بدن بهتر از بقیه است؟ با حمل بیش از 100 مسافر و سرعت 960 کیلومتر در ساعت، زمان پرواز از فراز اقیانوس اطلس را به نصف کاهش داد. حالا مردم میتونستن همه جا برن و میشد در عرض 24 ساعت زمین رو دور زد. یه دفعه دروازه های جهان باز میشن. تاریخدانان هواپیمایی با حالت مزاح این را سینمای سرعت صوت و ساعات فراسوتی می‌نامند. دهه‌های 1950 و 60 دوران طلایی سفره. فاصله صندلی زیاد شده و راحتی چشمگیری فراهم شده. کیفیت سفر با سفر در بخش درجه 1 امروز برابر بوده. با توجه به تورم پول بلیت سفر هوایی اون زمان 5 برابر امروز بود. به اندازه‌ای گرون بود که 64% مسافرها کسایی بودن که چند بار پرواز کرده بودن. عصر بخیر، خوش اومدین. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. زرق و برق عامل جذب مسافرها بود. هوانورد سابق نیروی دریایی خوان تریپ پنم را در سال 1927 به راه انداخت. او همیشه بر اول بودن متمرکز بود. پنم نخستین شرکتی بود که تورهای هوایی تمام قیمت را ارائه کرد و در پروازهای بین المللی کلاس توریستی را به وجود آورد. همه شرکت‌های هواپیمایی برای جلب مسافران با درآمدهای گوناگون بر کارکنان خود تأکید شدید داشتند. به مرور بازدهی هواپیمایی بیشتر شده بود و مردم جامعه هم راحتی بیشتری پیدا کرده بودن و درآمدهای اضافهشون افزایش پیدا کرده بود. بنابراین صندلی‌های هواپیما رو پر می‌کردن. در سال 1970 383 میلیون مسافر در سطح جهان پرواز کردند. برای مقابله با تقاضای فزاینده، بوئینگ نمادی ترین هواپیمای خود را عرضه می کند. هواپیمای جت 747 بزرگترین در نوع خود شمرده می شود. در مقایسه با هواپیمای معمول موجود، بوئینگ 747 می تواند 490 مسافر را حمل کند. واو! امروزه هواپیماهای بزرگ فراوانی رو می‌بینیم، ولی اون موقع رفتن از بوئینگ 707 با ظرفیت 150 نفر مسافر به هواپیمایی که میتونست 400 تا 500 مسافر حمل کنه گام بسیار بسیار بلندی بود. بوئینگ 747 با ویژگی‌های شاخص پروازش را آغاز می‌کند. این نخستین هواپیمای مسافربری با 2 راهرو بود و یک طبقه هم در بالا داشت و نخستین جت با جای بار بالای سر مسافر بود. خیلی بزرگه و ظاهر بسیار شاخصی داره. به خاطر برآمدگی در بالاش به راحتی شناخته میشه. از هر فاصله‌ای میشه بوئینگ 747 رو تشخیص داد و نمیشه اونو با هواپیمای دیگه‌ای اشتباه گرفت. بوئینگ 747 که به ملکه آسمان‌ها هم شهرت دارد، تنها با یک بار سوختگیری کامل میتواند 8316 کیلومتر را بدون توقف پرواز کند و مسافران را به آن سوی جهان برساند. مردم عادی هم میتونستن پرواز کنن، بنابراین تعداد مسافران رو به فزونی گذاشت. با افزایش تعداد مسافران، ایمنی هواپیماها مورد توجه قرار گرفت. از شما خواهش میکنم کمربندای مخصوص پرواز رو ببندید. ترس از پرواز یکی از رایج‌ترین انواع ترس است. خیلی‌ها در کمال تعجب از دقیق‌ترین و محاسبه شده ترین شیوه امن حمل و نقل وحشت دارن. بر اساس یکی از آمارها، نزدیک به 40% مسافران هوایی نوعی تشویش یا حس ناراحت بودن رو تجربه کردن. بدون شک چنین برآورد غریزی از خطر اصلاً منطقی نیست. ولی با توجه به اینکه این تعداد از مردم اونو تجربه کردن نشون میده که ریشه خیلی عمیقی داره.
اگر از پرواز می ترسید، سقوط از 10,000 پایی می تواند بدترین کابوس شما باشد، ولی احتمال خطرهای بیشتری در سطح زمین وجود دارد. جولیان کوبکه 17 ساله در شب کریسمس سال 1971 در پرواز 508 شرکت هواپیمایی لانسا از فراز آمازون پرو می گذشت. 40 دقیقه از پرواز می گذشت که هواپیمای جت ملخی وارد هوای طوفانی می شود. هواپیما به شدت تکان می خورد. جولیان در کمال ناتوانی شاهد برخورد آذرخش به بال هواپیما بود. طوفان‌ها جریان‌های عمودی شدید رو به بالا و پایین دارن که میتونن هواپیمای مسافری رو متلاشی کنن. هواپیما متلاشی می شود و ناگهان این نوجوان که کمربند پروازیش بسته بود از ارتفاع 10,000 پایی به پایین سقوط می کند. او پیش از برخورد با درختان جنگل از هوش می رود. وقتی هواپیما در حال سقوط بوده، اون در صندلیش مهار شده بود. صندلی‌های دو طرفش هم خالی بودن که احتمال داره ضربه سقوط رو جذب کرده باشن و اونم زنده مونده. جولیان که چند استخوانش شکسته و ضربه‌ای هم به سرش خورده بود، به هوش می آید. اون برای نجات خودش 11 روز سرگردون بوده. طی 11 روز در جنگل، جولیان از مارهای سمی، هجوم حشره‌ها و کایمان‌های گرسنه فرار می‌کند. استخوان شانش شکسته بود، به انگل و کرم حشره آلوده شده بود. سرانجام به اردوی چوببرها میرسه و اونا میتونن جولیانو به بیمارستان برسونن. امروز هواپیماها به رادار هواشناسی مجهز هستند و خلبانان می توانند از سامانه‌های طوفانی دوری کنند. بدون هیچ اغراقی سفر هوایی خیلی امنه. در دهه 1980 احتمال بودن در هواپیمایی که دچار سانحه بشه و یک سرنشین اون کشته بشه 1 در 1.5 میلیون بود، ولی امروز در شرایط بسیار متفاوتی قرار گرفتیم. ایمنی پرواز 6 برابر بهتر شده. احتمال کشته شدن در سانحه هوایی به 1 در 11 میلیون رسیده و احتمال برخورد آذرخش 1 در 500,000 است. آمار دروغ میگه. یک شخص باید 10,000 سال پرواز روزانه داشته باشد تا سانحه هوایی مرگباری روی دهد. یعنی هر روز به مدت 10,000 سال پرواز کنه. این خیلی عجیبه. احتمال برخورد با سائقه بیشتر از کشته شدن در هواپیماست. خیلی جالبه. خب حالا دیگه از خونه بیرون نمیرم. متشکرم. تمام مدت داخل هواپیما میمونه. وجود چنین امنیتی در صنعت هوایی مدیون فناوریه. هواپیماهای امروز علاوه بر این که خیلی زیبا مهندسی شدن، هوشمندم هستن. رایانه‌های پیشرفته در هواپیماست که دستگاه‌ها رو خیلی بهتر از انسان تحت نظر داره. پس از آزادسازی نرخ‌ها در سال 1978 قیمت بلیط‌ها کاهش و سفرهای هوایی افزایش یافت. طی دهه‌های 1980 و 90 شرکت‌های هواپیمایی جدیدی به راه افتادند. به خاطر رقابت هزینه کمتری می گرفتن، یعنی شرکت‌های کم هزینه به راه افتاد مثل شرکت‌های محلی. و از اون موقع به بعد همه میتونن پرواز کنن، ولی تجربه پرواز چندانم خوشایندتر نشده. این که فاصله صندلی‌ها 75 سانت شده خیلی اذیت کننده است. یکی از گرانترین بلیط‌های شرکت‌های هواپیمایی در حال حاضر پرواز از نیویورک به هنگ کنگ به قیمت $43,000، تقریبا معادل حقوق 1 سال یک معلم در ایالات متحده. ولی در دهه‌های 1980 و 90 پرواز در بخش درجه 1 شکوه دیگری داشت. بعضیا میگن کنکورد زیباترین و چشمگیرترین هواپیماییه که تا حالا پرواز کرده. من فکر میکنم درست میگن. حالا فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها می‌دیدن که بوئینگ پیشتازه و فکر کردن چطور میتونن از بوئینگ جلو بزنن. اونا گفتن در حالی که ایالات متحده هواپیمای بزرگتری میسازه، خب ما هواپیمای سریعتری میسازیم. حالا یک هواپیمایی اومده که علاوه بر شکستن سرعت صوت 2 برابر سرعت صوت پرواز میکنه. با 2 برابر سرعت صوت پرواز میکنه که به باور خیلیا اوج سفر در یک هواپیمای جت مسافربریه. با اختصاص 1.8 میلیارد دلار برنامه ساخت کنکورد با تأخیر روبرو شده و هزینه‌اش بیش از بودجه می شود. اما وقتی پرواز تجاری خود را آغاز می کند، توجه همه به آن جلب می شود.
وقتی دسته های گاز به جلو داده میشه، شتابی رو که در پشتتون حس میکنید در هیچ هواپیمای مسافری غیر نظامی دیگه چنین حسی رو ندارید. داریم حرکت میکنیم. اون شتابو تو پشتم حس میکنم. کنکورد نسبت به هواپیماهای دیگه با سرعت بیشتری از زمین بلند میشه که نزدیک به 400 کیلومتر در ساعته. انقدر سریعه که گوشم گرفته. کنکورد با سرعت 1232 کیلومتر در ساعت دیوار صوتی را میشکند. سرعت آن در پرواز مستقیم به 2160 کیلومتر میرسد که 36.8 کیلومتر در دقیقه است. در سال 1996 در کمترین زمان، یعنی 2 ساعت و 52 دقیقه و 59 ثانیه از اقیانوس اطلس گذشت. ارتفاع پروازی اون خیلی بالاتر از هواپیماهای دیگه است. انحنای زمین رو میشه دید و آسمان هم تاریک میشه، انگار که در فضا سفر میکنی. کنکورد با پرواز در ارتفاع 60,000 پا زمان سفر را به 1/2 کاهش میدهد. هر کسی که داخل هواپیماست یه شخص مشهور یا پول داره. اواخر دهه 1990 قیمت بلیت پرواز برگشت $12,000 یا برابر با $18,000 امروز بود. تنها بهترین خلبانان اجازه داشتند با آن پرواز کنند. پروازش متفاوت بود. تعداد فراوانی علائم نشان دهنده در همه جای هواپیما بود. خلبانان کنکورد خیلی زبردست و آموزش دیده بودند. گفته میشد پرواز با این هواپیما ویژه خلبانان غیر عادی است، ولی نرخ ردی کاپیتان‌های این هواپیما 50% بود. پرواز با کنکورد کار ساده‌ای نبود، چون خلبان نباید اجازه بده مسافرانی که اون پشت نشستن متوجه چیزی بشن، مسافرانی که دوست ندارن قهوه‌شون بریزه. این هواپیما به مدت 27 سال آرامترین، سریعترین و منحصر به فردترین هواپیمای مسافری در جهان بود. ولی اینا هزینه هم داره. این هواپیما دیوار صوتی را میشکست که در زمین به صورت قررش یا لرزش حس میشد و در ضمن سوخت بسیار زیادی هم مصرف میکرد. کنکورد برای محیط زیست مناسب نبود. شاید در آینده شاهد این نوع سفرهای خیلی سریع باشیم، البته که راهی برای بازدهی موتورها پیدا بشه. پس از اینکه کنکورد در سال 2003 کنار گذاشته شد، پرواز فراسوتی هم به فراموشی سپرده می شود. یا شاید هم خیر. در سال 2021 شرکت هواپیمایی یونایتد اعلام کرد از یک شرکت تازه تأسیس در کلرادو 15 فروند هواپیمای فراسوت می خرد و این شرکت هم خیلی خوشحال می شود هواپیمای فراسوتی خود را به نمایش بگذارد. من خیلی دوست دارم میبینم سفرها سریعتر انجام میشن. یعنی اون پروازهای 23 ساعته به 5 یا 6 ساعت کاهش پیدا کرده و پروازهای 6 ساعته شده 30 یا 40 دقیقه. از لحاظ فناوری ساخت این هواپیمای فراسوت شخصی امکان پذیره، اما ساخت هواپیماهای فراسوتی به اندازه کنکورد یا بزرگتر چالش‌های فناوری داره که باید حتما رفت بشه. باهاش نمیشه هر جایی رفت. اگه سریعتر از سرعت صوت پرواز کنه صدای شکستن دیوار صوتی تولید میشه. پس نمیشه روی مناطق پرجمعیت پرواز کرد. یک چکش بادی 100 دسیبل صدا تولید میکند. پرده گوش انسان در 150 دسیبل سوراخ می شود. صدای شکستن دیوار صوتی 200 دسیبل است که نیروی آن می تواند یک انسان را بکشد. اگه هواپیمایی بخواد خیلی سریع پرواز کنه باید سوخت بیشتری بسوزونه. اگه هواپیمایی رو میسازید که سوخت فسیلی زیادی میسوزونه این مشکل آفرین میشه. من که در حال حاضر پولمو در پروژه فراسوت سرمایه گذاری نمی کنم. کار در صنعت هواپیمایی بیباکی ویژه‌ای میخواهد. برای ماندن در این کار به چیزی فراتر از عدد شانس نیاز است. تجارت ناپایداریه. اداره کردن شرکت به اعصاب پولادین احتیاج داره. با توجه به شرایط محیطی باید آماده موارد غیر منتظره بود، اما هیچ شرکت هواپیمایی نمیتوانست غول خفته در زیر یخچال‌های ایسلند را پیش بینی کند. پس از یک خواب 177 ساله و 300 زمین لرزه غول خفته بیدار می شود. از 6 کیلومتری شگفت آوره، از 3 کیلومتری آزاردهنده و از فاصله چند متری هولناکه. خیلی زود نام آن بر سر زبانها می افتد. البته به نوعی. آیا فایلا جکا؟ آیا فاکوجون؟ آخرین تصویرهای آتشفشان. آیا فولا؟ اسم ساده ایه. ایا فیالا یوکل.
یه آتش فشان ناشناخته بود، یعنی اونقدر هم خاص یا بزرگ نبود، ولی از لحاظ زمین شناسی یه فرقی داشت. ذره های خیلی ریزی از شیشه رو به لایه های بالای اتمسفر فرستاد. 14 آوریل 2010 این آتشفشان حجم زیادی از خاکستر آتشفشانی را تا ارتفاع 10 کیلومتری به آسمان فرستاد، یعنی برابر با 12 ساختمان بلند جهان که روی یکدیگر قرار گرفته باشند. در اون زمان جریان باد جت استریم که از فراز ایسلند میگذشت همه این ذره های ریز شیشه های شناور رو برد توی فضای اروپا، یعنی سراسر غرب اروپا و فراتر از اون. این ذره ها در مساحتی به اندازه 6.75 میلیون کیلومتر مربع پراکنده شدند که 10 برابر مساحت ایالت تگزاس است. خلبانای قدیمی میدونن که خاکستر آتشفشانی در هوا خطرناکه، به ویژه برای موتور هواپیمای جت خیلی ساینده است. مثل پاشیدن ماسه با سرعت زیاد به داخل موتور توربین ها خیلی قابل اطمینانن، شگفت‌انگیزن، ولی باهاشون نمیشه شوخی کرد. اگه خاک آتشفشانی رو به داخل موتور بریزید، در یک لحظه موتور چند میلیون دلاری رو نابود میکنید. به مدت 7 روز هواپیما در اروپا روی زمین میماند. 10 میلیون مسافر سرگردان خسته و عصبانی اند. فوران آتشفشان ایسلند در سال 2010 برای شرکت‌های هواپیمایی 1.7 میلیارد دلار هزینه داشت. یکی از کسانی که روی زمین مانده بود برای شرکت هواپیمایی یونایتد چهره آشنایی بود. جایی که میرم مهم نیست، این که چه کسانی رو ملاقات میکنم مهمه. تام استاکر پرپروازترین مسافر جهان است که 33.6 میلیون کیلومتر پرواز کرده، مسافتی برابر با 844 بار طول خط استوا. سفرهای هوایی مسافت‌های خیلی طولانی رو پوشش میدن و تغییرات آب و هوایی و مواردی مثل بیماری‌های همه‌گیر منطقه‌ای یا تغییرات سیاسی روی اونا اثر میذارن. در اوایل سال 2020 تام و همه صنعت هواپیمایی بار دیگر با مشکل روبرو میشوند. این بار با پدیده شروری که قطرش 100 نانومتر است دست و پنجه نرم میکنند. همه‌گیری کووید 19 به شدت بر هواپیمایی تأثیر گذاشت. فکر نمی کنم هیچ صنعت دیگه‌ای به این شدت درگیر شده باشه. مردم اجازه نداشتن سفر کنن، بنابراین همه صنایع و شغلایی که با صنعت هوایی ارتباط داشتن تحت تاثیر قرار گرفتن. در اوج همه‌گیری نزدیک به 90% پروازهای هواپیمایی غیر نظامی متوقف شد. با گسترش کووید 19 تعداد مسافران هوایی از 4.5 میلیارد در سال 2019 به 1.8 میلیارد در سال 2020 کاهش یافت که برابر است با 370 میلیارد دلار ضرر برای شرکت‌های هواپیمایی و 115 میلیارد دیگر برای فرودگاه‌ها. همیشه اتفاقهایی میفته که ضررهای هنگفتی به دنبال داره و شرکت‌ها هم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، ولی در نهایت سفرهای هوایی بازم مثل سابق رونق میگیره و همینطور رشد میکنه. من هیچ شکی ندارم که وقتی این همه‌گیری تحت کنترل قرار بگیره یا حتی از بین بره، باز هم مردم ضررهاشون رو جبران میکنن و با هواپیما به سفر میرن. بوئینگ که به شرایط خوب و بد این صنعت آگاهی دارد، جبران کامل را برای 2.5 سال دیگر پیش بینی میکند. هواپیمایی داخلی در کشورهای مختلف در کمال شگفتی خیلی زود داره فعال میشه. 27 ژوئن 2017 2,167,380 مسافر از فرودگاه‌های ایالات متحده استفاده کردند. از زمانی که در ماه مارس سال 2020 سفرهای هوایی متوقف شد، این روز شلوغی بود. سفر هوایی کشورها رو به هم وصل میکنه و شهروندان رو به هم میرسونه. آنچه که به صورت نمایش‌های هوایی آغاز شد، به منحصر به فردترین شیوه حمل و نقل و سپس به پیچیده ترین و ایمن‌ترین راه برای سفر همه به سراسر جهان تبدیل گشت. از طرف کارکنان پرواز از اینکه با ما پرواز کردید سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید. سفر هوایی جهان کوچیک میکنه. سفر هوایی تجربه کسالت‌آوری که به آدم امکان میده کار شاخصی انجام بده. سفر هوایی برابر با هوای کثیف و آلودگی‌های بیشتر و در ضمن به معنی